الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، حافظ ابن حجر رحمة الله عليه در بلوغ المرام میگوید که وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، في يد ابنتها مسكتان أو قال مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. وبين حدیث عمرو بن شعیب از پدرش از بابایش روایت میکند که زن به نزد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و همراهی او دخترش بود و در دست دخترش مسکتانی، یعنی قرائت یا که مسکتانی، در بعض قرائت مسکتانی هم آمدد بضم المیم. خب لیکن صحیحش مسکتانی من ذهب، یعنی که در دستش دستبانه طلایی بود، در دست دخترش دستبانه طلایی. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید اتعطین زکات هذا؟ زکات این را میدهی؟ قالت لا. گفت که نه. گفتن که آیا دوست می‌داری که الله تعالی همین دستبانه طلاییت را روز قیامت به دستبانه آتشین مبدل گرداند؟ پس آنها را پرتافت، یعنی از دستش گرفته پرتافت، یعنی که نه فقط زکاتش داد، یعنی پول را از بحرش برآمد. و چطوری که میدانیم به پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفتن زکات و صدقه های نافله و صدقات فرض، یعنی زکات، حرام بود. وقتی که نبیرگانشان حسن و حسین رضی الله عنهما به یک خرمایی که کسی آورده صدقه کرد تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وی را به دیگرها تقسیم کنند به محتاج ها، کودکانی خرد به خرما دست کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کخ فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. این کخ یعنی افلاس است. کخ چخیلی که ما تاجیکا هم به کودکامو میگویم کخ، یعنی این افلاس است. این برای محمد و برای خویشاوندان محمد درست نیست. یعنی کسانی که سید زاده هستند، از آل پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند، از خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند، برای آنها گرفتن زکات و صدقه جایز نیست. و از جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم سرداری آل محمد که هستند صلی الله علیه و سلم صدقه نمی گرفتند و زکات نمی گرفتند. مقصد خیلی نه که فقط برای صدقه مردم رو ترغیب میکردن، اینکه تا اینکه صدقه رو به خودشان گیرن، نه، بلکه همچون ادای امانت و همچون ادای شریعت و همین گونه همچون ادای حق مسکین ها و فقیر ها که بر بالای پولدارها حق دارد. غیر از زکات با مال حق دارد. آدمی پولدار یعنی از بالای این پولی مالی که دارد روز قیامت به هر یک تینی آن مسئولیت دارد، جوابگری دارد. من این اکتسبها و فیما انفقها، از کجا این مالها را جمع آوری کرده است، به کجا صرف کرده است. آدمی پولدار غیر زکات باید در پول و مالش جایهای باشد خاصتا برای خدمت عموم اسلام و مسلمان ها دستگیری داشته باشد و اینچنین مهمان کردن مردم، طعام دادن مردم مانند طعام افطاری و همیشه در خدمت مردم بودن و غیره. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که این زن را نصیحت کردند و به آتش دوزخ خاطر رسانی کردند، این زن آن دستبانه های طلایی که در دست داشت پرتافت، یعنی صدقه کرد و رفت. و اینچنین روزی عید
وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده زنها رو نصیحت کردن یا ای زنها، جماعتی زنها، من روزی که جنت و دوزخ رو دیدم، دوزخ رو دیدم که اکثری آنها عبارت از زنها بود، یعنی اکثری آنها یعنی از 50% زیادتر اکثری اهل دوزخ زنها بود. بنابراین شما صدقه کنید و خودتون را از آتش دوزخ خرید. پس شروع کردن زنهای صحابه ها حلقه های خود، گوشواره های خود، انگشترین های خود را گرفته به همون پارچه از متاعی که حضرت بلال می داشتند به همون می پرتافتند. یعنی ترغیبات پیامبر صلی الله علیه و سلم به صدقه و اینچنین ترغیبات اهل علم به صدقه، این چیزی که در کتاب ها آمده است، در قرآن بسیار مملوء هست. و زکات این همسایه نماز است. در ابتدای سوره بقره بعد اینکه الله سبحانه و تعالی گفت که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، متقی ها، تقواداران که ها هستند؟ آنهایی که به غیب ایمان دارند، نمازهای خود را دائمی برپا میکنند و مما رزقناهم ينفقون، و از آن مالی که ما به ایشان رزق دادیم بعضیش را خیر میکنند. یعنی همش نگفته شریعت 100% مال داشته باشید، 2.5% در یک سال یک مراتبه، هر ماه نه، مانند نلاک ها، مانند اندازهای ظالمانه که 25% و 13% و 10% و 14% از هر یک سودا می سپارید، این ظلم است. در یک سال یک مراتبه 2.5%. کسانی که مثلا با انداز سر و کار دارید در کدام کشور، و مثلا بنا در کشور اروپا هم انداز بینهایت بلند است. انداز بینهایت مثلا 10,000 یورو آیلیگ میگیرد، قریب 4,000 یوروش به انداز میرد. از مزد کاری انداز است. یعنی نهایت وزنین. شریعت هر ماه با این با انداز کلیسا می سپارید و با انداز تلویزیون می سپارید. بنا در آلمان اما تلویزیون نمیبینیم. گفتم بعضی این برادرای تاجیک گفت که نه، شما اگر نبینیدم اهل تلویزیون یعنی استودیانده کار میکرده برای شما تشویش میکشد، برای شما خبرها آماده میکند، خبرهای همین شهر مثلا آب و هوا را میگوید تا اینکه شما مثلا آمادگی تو نگیرید. برای همین تماشا کردید نکردید نلاگش میتید. نلاگ کلیسا هست در اروپا. کلیسا سبحان الله، دولت از خلق پول گرفته به کلیسا میتید، نه اینکه مسجد خراب میکند. ببینید یعنی با وجود باطل بودن دینشان دولتش از خلق نلاگ گرفته به کلیسا میتید. بعضی برادرای تاجیک گفتن که من نمیتیم، من مسلمان هستم، من به کلیسا انداز نمیسپرم. خیلی آزاد کردین با وجود این. خلاصه این اندازها ظلم است. یک مراتبه در کدام کشور زندگی کنید انداز قانونی اندازش گیرید و یک بار به زکات شریعت، این زکات شریعت با به دولت نمیسپرید، به همو خیش و تبارتان، به یار و دوستتان، به شناسی که دارید، به کمبغل ها خودتان میتید تا اینکه وی مباشرتا در حق شما دعا کند، تا اینکه میان روها به میان روها امکانیتی دزدی داده نشود. خودتون اگر به آدمی مسکین خواب به کرتش باشد، خواب به دستش باشد، وقتی که بی واسطه میدهید دلتون قرار میگیرد و همین گونه بین بایی ها و کمبغل ها الفت محبت پیدا میشد و دعای شخص فقیر به آسمان میبراید. بنابراین این بسیار شریعت عادلانه و حکیمانه، چون تنزیل من رب العالمین، نازل شده از جانب پروردگار عالمیان است. این فکری بشر نیست، فکری آدمی مثلا پر از خطای و پر از عیب نیست. این نازل شده از جانب الله است جل جلاله و تقدست اسماء. گیرید قانونای اندازتون یه بار خوانید، از کدام از خانی میشدگیتان انداز میتید، از ماشینی سوار میشدگیتان هر سال انداز میتید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که برای مسلمان در خانهش در اسبش زکات نیست.
در طول تاریخش زکات نمیتید. به خانه‌ای که زندگی میکند، به لباسی که میپوشد زکات نیست. واقعا این شریعتی که کسی اگر این رو میخواند روز از روز ایمانش زیاد میشود. بنابراین خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، یگان قانون، یگان اسلوب، یگان تنظیم و یگان منهج به این شریعت برابر کرده نمیشد. این شریعت با نظرداشتی تا آخری زمان نازل شده است. این شریعت مانند شریعت های متقدم با آمدن شریعت اسلام که اونا بیکار شدن، اون قانون ها، این شریعت این خیلی نیست. تا روز قیامت با وجود پیشروی زمان، ترقیات زمان، این شریعت به تمام طلبات جوابگوی است.